پس از ساعتها تحقیق در یوتیوب بیش از 15 تا ایده ویدیوی وایرال پیدا کردم و ساختشان هم خیلی آسان است. از ایده شماره 1 شروع کنیم. چگونه X را بدون Y انجام دهیم. اینجا X میتواند هر چیز رایجی باشد که مردم همیشه در یوتیوب دنبال آموزشش میگردند تا آن را انجام دهند یا بسازند، و Y چیزی باشد که برای X خیلی مهم و ضروری است. مثلا اگر X ساخت پیتزا باشد، Y میتواند پنیر باشد، چون پنیر یکی از مواد اصلی و مهم پیتزاست. پس در این مورد موضوع ویدیوی ما می شود چگونه پیتزا را بدون پنیر درست کنیم. این ایده ویدیویی واقعا در هر نیچ کار می کند، مثل چگونه از یوتیوب بدون فعالسازی مانتیزیشن پول در بیاوریم، چگونه ماینکرافت را بدون استخراج سنگ تمام کنیم، چگونه وزن کم کنیم بدون رژیم غذایی. همه این ویدیوها از یک فرمت مشترک پیروی می کنند که چگونه X را بدون Y انجام دهیم. ایده شماره 2: چیزهایی که ای کاش میدانستم. مثلا 7 چیزی که ای کاش وقتی وزنه زدن را شروع کردم میدانستم. 10 چیزی که ای کاش وقتی شروع به حل مکعب روبیک کردم میدانستم. 20 چیزی که ای کاش قبل از بازی اسکایریم میدانستم. 5 چیزی که ای کاش به عنوان یک هنرمند مبتدی میدانستم. 5 چیزی که ای کاش وقتی یوتیوب را شروع کردم میدانستم. همانطور که میبینید این یک ایده خیلی انعطاف پذیر است که تقریباً در هر نیچ قابل استفاده است. این فرمت اساساً ترس از پشیمانی آینده را تحریک می کند و همین احساس باعث می شود بیننده کلیک کند. ایده شماره 3: من X را به مدت 30 روز انجام دادم. اینجا X می تواند هر فعالیتی باشد که به نیچ شما مربوط است. مثلا شکر را به مدت 30 روز ترک کردم. یوتیوب شورتس را به مدت 30 روز امتحان کردم. فروش در فیور را به مدت 30 روز امتحان کردم و حتی هیچ کاری به مدت 30 روز انجام ندادم. دلیل محبوبیت این فرمت این است که مردم دوست دارند نتیجه یک چالش بلند مدت را در کوتاه مدت ببینند. اما اگر 30 روز برایتان زیاد به نظر می رسد، می توانید چالش 24 ساعته هم انجام دهید، مثل سامسونگ در مقابل اپل را به مدت 24 ساعت امتحان کردم. یوتیوب شورتس را 44 ساعت تماشا کردم و فورتنایت را 44 ساعت بازی کردم. ایده شماره 5: لیست گونه ها. در این نوع ویدیوها محتوا را به صورت لیست ارائه می دهید. مثلا همین ویدیویی که الان تماشا می کنید هم یک لیست گونه است، چون من همه ایده های ویدیویی را یکی یکی به صورت لیست ارائه می دهم. ویدیوهای تاپ 5، تاپ 10، تاپ 15 هم در همین دسته قرار می گیرند. بهترین چیز درباره ویدیوهای لیست گونه این است که ساختارشان خیلی ساده است و نوشتن اسکریپت برایشان خیلی آسان است. ایده شماره 6: ارزان در مقابل گران. حتما ویدیوهای زیادی دیده اید که در آنها یک محصول یا سرویس ارزان را با یک محصول یا سرویس گران مقایسه می کنند. مثلا این ویدیو که سازنده ارزانترین گوشی سامسونگ را با گرانترینش مقایسه کرده است، یا این ویدیو که محصولات زیبایی ارزان در مقابل گران را مقایسه کرده است. این فرمت خیلی محبوب است، چون مردم می‌خواهند بدانند آیا محصول گران واقعاً ارزشش را دارد یا محصول ارزان می‌تواند به همان اندازه ارزش ارائه دهد. و کلی سوال مشابه در ذهن بینندگان هست که باعث می شود روی این ویدیوها کلیک کنند. ایده شماره 7: این را قبل از تماشا کنید. مثلا این را قبل از خرید لپتاپ تماشا کنید. این را قبل از شروع دراپ شیپینگ تماشا کنید. این را قبل از شروع کانال یوتیوب تماشا کنید. این را قبل از بافتن اولین ژاکتتان تماشا کنید. اصل این فرمت این است که وقتی بیننده عنوان را می‌خواند، احساس می‌کند سازنده دارد هشدار می‌دهد و همین باعث کلیک می‌شود. ایده شماره 8: ویدیوهای 59 ثانیه‌ای. این روزها اینها خیلی در یوتیوب ترند هستند. مثلا این 59 ثانیه ویرایش شما را برای همیشه تغییر می‌دهد. این 59 ثانیه را قبل از خرید بازی بعدی تماشا کنید. 59 ثانیه به من بدهید و زندگیتان را تغییر می‌دهم. چگونه در 59 ثانیه زندگی را جالب کنید و موارد بیشتر. دلیل کلیک خوردن این ویدیوها این است که 59 ثانیه مدت خیلی کوتاهی است که مغز فکر می‌کند سرمایه گذاری ما برای تماشای این ویدیو خیلی کم است
یا تقریباً هیچ. پس حتی اگر ارزش خاصی از ویدیو نگیریم، چیزی از دست نداریم. ایده شماره 9: اشتباهات رایج. مثلا 5 اشتباه رایج که مبتدیان در شطرنج مرتکب می‌شوند. 10 اشتباه رایج که یوتیوبرهای جدید مرتکب می‌شوند. 10 اشتباه رایج برتر که باید در آزمون رانندگی از آنها اجتناب کنید و 7 اشتباه رایج در سخنرانی عمومی. ایده شماره 10: ویدیوهای منابع رایگان. در این ویدیوها فقط باید به مخاطبانتان درباره منابعی بگویید که برایشان خیلی مفید است و البته رایگان باشد. آن منبع میتواند وبسایت، قالب، محصول یا هر چیزی باشد، مثل 15 وبسایت رایگان که هر یوتیوبری باید بداند. 10 منبع دیتاست رایگان برای پروژه بعدیتان. 15 پلاگین رایگان فوق‌العاده برای ماینکرافت و موارد بیشتر. ایده شماره 11: صفت‌های برتر. صفت‌های برتر آن کلماتی هستند که درجه افراطی کیفیت چیزی را توصیف می‌کنند. مثلا بلندترین، قوی‌ترین، بزرگترین، کوتاه‌ترین، نازکترین، عجیبترین. همه این کلمات صفت برتر هستند و وقتی از این کلمات برای ساخت ایده ویدیویی استفاده کنید، ویدیو فوراً کلیک خور می شود. مثلا من یک پیتزا درست کردم. هیچ چیز کلیک خوری ندارد. اما به محض اینکه کلمه بزرگترین را اضافه کنیم، می شود بزرگترین پیتزای دنیا را درست کردم که 100 برابر بیشتر کلیک می خورد. به همین ترتیب ارزانترین گجت های اینترنت را تست کردم. عجیبترین سرگرمی های دنیا را تست کردم. کوچکترین پایگاه ماینکرافت دنیا را ساختم. داخل بلندترین زباله‌دانی هند. رفتن به بارانی ترین مکان زمین. در عنوان همه این ویدیوها صفتهای برتر نقش خیلی مهمی دارند. ایده شماره 12: من ایکس را امتحان کردم تا شما مجبور نباشید. مثلا همه عینک‌های هوش مصنوعی را امتحان کردم تا شما مجبور نباشید. هر کافه با امتیاز بالا در مادرید را امتحان کردم تا شما مجبور نباشید. 50 کیبورد را سال گذشته امتحان کردم تا شما مجبور نباشید. در این فرمت اساساً شما چیزی را امتحان می‌کنید تا مخاطبتان مجبور نباشد. ایده شماره 13: ایکس در سال 2025 هنوز ارزشش را دارد. در این فرمت میگویید که چیزی در نیچه شما در سال 2025 ارزش دارد یا نه. مثلا سامسونگ S23 التری در 2025 ارزشش را دارد؟ آیا هنوز در 2025 خرید نینتندو سویچ ارزش دارد و پلی استیشن 5 در 2025 ارزشش را دارد؟ ایده شماره 14: تریلر کانال. در صفحه سفارشی سازی کانال در یوتیوب استودیو، یوتیوب گزینه اضافه کردن تریلر کانال را می‌دهد. هر ویدیویی که اینجا انتخاب کنید برای کسانی که هنوز سابسکرایب نکرده‌اند در صفحه اصلی کانالتان نمایش داده می‌شود. تریلر کانال معمولاً 30 ثانیه تا 1 دقیقه است و ساختش خیلی آسان است. فقط باید خودتان را معرفی کنید. بگویید چه نوع محتوایی پست می‌کنید و چرا بینندگان باید سابسکرایب کنند. همین. در نهایت آخرین ایده ویدیویی لیست ما: زمان داستان. در این ویدیوها یک داستان جالب یا اتفاق از زندگیتان را با بینندگان به اشتراک می‌گذارید. می‌تواند خنده‌دار، شوکه کننده، احساسی یا حتی آموزشی باشد. مثلا این ویدیو که سازنده به اشتراک گذاشته چگونه کل کالج از کانال یوتیوبش خبردار شد، یا این ویدیو که سازند چگونه اولین درآمد یوتیوبش را خرج کرد، یا این ویدیو که سازنده درباره اولین روزش در IIT دهلی صحبت می‌کند. دلیل عملکرد خوب ویدیوهای زمان داستان این است که با تماشایشان حس دوستانه از سازنده می‌گیریم که حس صمیمیت و ارتباط ایجاد می‌کند و در نتیجه یک پایگاه سابسکرایبر خیلی وفادار هم ساخته می‌شود.